سلام بچه‌ها، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید و خفن از کانال خودتون. بچه‌ها تو این ویدیو همونجور که می‌بینید یه آفر تقریبا خفن وارد بازی شده و بریم اول بررسی کنیم چیا داره. من یک کم شیطونی کردم و یک کم خودم خریدم، نتونستم دووم بیارم. بعد امیدوارم که تا اینجا عید بهتون خوش گذشته باشه. یه چند روزی نبودیم ولی فعالیتمون به طور عادی داشت پیش میرفت و اینکه همین دیگه. بزنید بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اگه ویدیو قبلی آفر قبل که آفر تانجیرو بود چی بود نمیدونم دیده باشید، گفتیم که میخوام گانمون رو با اونجا ما مکس کنیم. حالا تو این آفری که دارید میبینید، کم صدا رو کم کنم، تو این آفری که دارید میبینید بچه‌ها اصلا این سه تو اگه آف 85% یا 90 بده میگیرم، چون جما فقط واسه لول اپ کردن گانمونه. بچه‌ها همونجور که میبینید فقط 40 تا یه باکس اینجا، یه 30 تا و یه 20 تا هم که خودم گرفتم. نتونستم دووم بیارم، باز نکردم ولی با هم میریم بازشون میکنیم. این موه رو داره. بعد برای اینکه بتونم یه بار بچرخونم یا آف خوشگلم بزنم اینو گرفتم، یعنی گرفتم که دیگه مجبور شدم. 47 تا جم شد نره و اینم اومده که حالا بچه‌ها نمیخوام زیاد ریخت و پاش کنم تو این آف 78% خوردیم. این 48 تا 40 تایی رو میخوام بگیرم با 350 تا که خیلی به سر. پس بچه‌ها ببین شما تو استور بخواید 40 تا رو بگیرید یک که 600 در میاد، ولی اینجا 350 تا. و بله حالا اینو بگیریم بریم با اون یکی باکس که نزدیک 100 تا بازش کنیم، ببینیم تا کجا میتونیم گانمون لول اپ کنیم. یا آفرم تو راه فکر کنم با اون مکسش کنیم و همین دیگه تست و ایناشو بگیریم دیگه، تموم شه بره دیگه بچه‌ها، هیچ چیز خاصی نمیمونه. خب بریم شروع کنیم. هرچند من قبلا شروع کردم یک کمشو گفتم با هم بگیریم. یه دونه 350 تا این بچه‌ها من تو آفر میام شبگیر میشم، نمیدونم چرا. حالا اگه آف خوب بندازه 85 یا 90 بندازه بچه‌ها بنازم. آقا الان شما خودتون دلتون میاد اینو نگیرید، ببینیم اصلا چی داره این آفر الان. بچه‌ها بهترینش همونه. خب الان اینکه چی شانس این چطوره؟ شانسش خوبه ولی نمیخوام بگیرم. بگه که خز اینم که تو استور هست چرت اینا هم که باندلن ولی زیاد شاخ نیستن دیگه بچه‌ها. این جالبی هم نیست. واو بچه‌ها این ولی نمیده، اینو ول کنید، اینو نمیده. اینم که شانسش بالاه ولی چرته بچه‌ها. آفرش همینه دیگه بچه‌ها. ببینید الان 85% آف خورده، یعنی من با 85% یکا شده 149 بچه‌ها. اینم میگیریم. قرار نبود اینو بگیرم اصلا. آره میتونیم کارتیم کنم، میتونیم بگیریم بچه‌ها، ولی نمیدونم چیه، کتاب نداریم اصلا. اینم ست دخترینه آفره که به کار ما نمیاد حقیقتا، میدونید دیگه. کارتیم کنم بچه‌ها. این کو موبرقی و اینا اومده، یه نگاهی بندازیم اونور. اومد سگم تا جمو بندازه بالا اوشت. خب بچه‌ها حالا کار نداریم. این کوه موبرقی خفن چون 3 تا سنگ دارم، بنرشون میترسم داره، خیلی این مورو دوست دارم. با اینکه آخرین کوه ولی خیلی خفن. حالا نمیدونم بمونه. اینم امپور قدیمیه که اومده، اینم P90 که تو مکان سبزشو داریم. تو اینجا هیچیشو نداریم ولی یه دوریت خفن داریم باکسش هم شانسش خیلی پایینه. واسه اینجا یه دونه رایگان بزنیم بچه‌ها. واسه این گردونه هم که اومدیم با هم جمع افشا رو زدیم، هنوزم داریم جمع میکنیم. یکم اسپین زدم، حالا دیگه میایم باکس دارم باز میکنیم با هم، اونم باز میگیریم. خب بچه‌ها 85% آف خورده. این دنس هم میتونیم بگیم چه دنسی بچه‌ها. به خدا دنسا رو گذاشتم، من هیچ کدوم از دنسام استفاده نمیکنم. آره این ست بهترین گزینه است. یه ست آفر اینم میگیریم با هم 149 تا چم، خیلی به صرفه است اصلا، مفت انگار یه جورایی. و اینکه چیز من اسم خودم دعوت نداره. حالا 90% نخورد بچه‌ها، دیگه نیمی صرفت بچه‌ها. جواب رفت. خب بچه‌ها بریم باکس ها رو با هم باز کنیم. 3 تا ست هم اینجا داریم. اینو با یه اسمین 10 تایی تو اون جم بنفشا گرفتم. مثلا خیلی عجیبه که 3 تا آفر الان با هم گرفتیم. 90 تا باکس داریم بچه‌ها. نمیدونم شانسش چطوره. یعنی یکی باز کنیم ببینیم چند تا. 4 تا بچه‌ها. میانگین 4 تا بده 313 تا هم داشتیم دیگه اول. میانگین 4 تا بده خیلی میصرفد دادا. 5 تا پشمو بچه‌ها. به نظرم یکی خیلی شانسش اصلا بالا نیست. 5 تا
دوتایی چطوره؟ دوتا 70 داد بچه. من این تکی باز میکنم، همه رو تکی باز میکنم خدا وکیل. تو شد 9 5 تا بچه خوب داد. 400 تا داریم الان، میتونیم یه لول ببریم بالا. 5 تا چه تکی خیلی شانسش بالاه، خیلی شانسش بالا. اگه تایم ویدیو بالا شد من اینجا رو 8 تا بچه. اگه تایم ویدیو بالا شد من اینجا رو یه سرعتی میزنم، ولی خیلی داره شانس بالا میده. 3 تا نداده تا الان به ما، پایین ترینش 4 تا بوده. 5 تا اگه بزنه بتونیم تو همین ویدیو مکسش کنیم. 3 تا اولین بار 3 تا داد. مثلا 110 تا چون 10 تا بود یا 110 تا بود؟ 10 تا بچه. 500 تا توکن داریم. شانسش خیلی بالاه بچه، خیلی بالاه. تکی بزنید به نظر من میخواید بگیرید اینو. بارم که همتون شانس بالا، شانسش اومد پایین دیگه بچه. یه 10 تا بده. 10 تا ندید. یه دوتایی میخواستم دوتایی 10 تا بچه. یه دوتایی بزنیم 7 تا بچه. میبینید تکی خیلی شانسش بالا. تکی 9 تا میده، دوتایی 7 تا میده. 4 تا باز 668 تا بچه. نمیدونم تا مکس چقدر میخوایم، مثلا تو این ویدیو فکر نمی‌کنم بتونیم مکسش کنیم. 9 تا ولی واقعا راضی ام از باکسش، خیلی شانسش بالا. همه رو تکی باز کردم بچه تقریبا، به جز یه دونه که 9 تایی خورد ولی باز خوب داد. 9 تا 700 تا داریم. فکر کنم یک با اینا میخوایم تا مکس. همه رو هم 10 تایی بده، باز کم میاد 10 تایی. 5 تا 9 تا چون ببینید تکی خیلی شانس داره. 10 تا همه رو داره 10 تایی میده. نازم عشقم گارنا. اینم از این و اینم از آخری. بریم ببینیم چند تا بچه ها. کلن یه گان لولی داره این اکانت هم. خب بچه ها 700 تا الان 400 تا رو بزنیم تقریبا 800 تا داریم. 400 200 تا هم میخوایم بچه. یه آفر بعدی خدا کنه توکن گام بیاره ما اینو مکسش کنیم. این ظاهر جدیدش میشه خیلی خفنه و این دنس خفنش. سه تا هم گیر ندید راستی بچه‌ها، یه سه تا همینجوری زدن دیگه. و اینکه خب یه بررسی کنیم. اینجا نوتیفش باز شده بود برامون و اینم افکت شلیکش فایرینگ. و اینکه این ظاهرش هم همینه دیگه. ظاهرش این با لول 4 یکیه. الان ظاهرش یکم عوض میشه بچه‌ها، ببینید همین‌تر میشه. یه دونه هم ابیلیتی باز میشه. ابیلیتی نمیدونم چیه حقیقتا، ولی 100% یه قدرتیه دیگه. حالا ولی هفتش بچه‌ها اصلا هیچ فرقی نداره. ببینید فقط یه دنس باز میشه که خیلی خفنه خدا وکیلی. ببینید جمع میکنه اینجوری ترکونه. حالا بریم اینو شیشش کنیم با هم و اینکه ببینیم شیشش چطوری میشه هم. مجید بچه‌ها اینم از این. چرا 2 بار داد؟ مرسی. ای کاش اسکرین شات میگرفتیم اونو واسه تامنیل. بچه‌ها ببینید الان ما بخوایم مکس کنیم 1300 تا میخواد اینجوری. ببینید ما یعنی با یکا این همه توکن گرفتیم. 400 تا هم داریم هنوز. 400 تا 600 تا میخواد مکسش. 200 تا لازم داریم که میایم اونم با هم مکس میکنیم. فقط بریم گانو با خودش گرفته دستش و یک گانه خفن و 3 تا آفر هم که گرفتیم. حالا نمیدونم با هم باز کنیم یا باز نکنیم، نمیدونم بچه‌ها چیکارش کنیم. حالا بذارید بمونه دیگه، همینه دیگه ستش. اینم از این و دیگه آفر 90 مینداخت بچه‌ها. باز یه چی میگرفتم ولی دیگه ننداخت دیگه. ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. چه خفن شد، ولی خدا وکیلی خفن شد بچه‌ها، کار نداره. و اینکه همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت ساب یادتون نره. تا ویدیوهای بعد فعلا خداحافظ.